اما سوره بعدی سوره عصر است. نامگذاری باید توقیفی است، چون الله سبحانه و تعالی با این سوره عصر قسم خورد و عدد آیات این سوره 3 است. 3 آیات است. در مکه مکرمه نازل شده است و از ترتیب نازل شویش 13 سوره است و ترتیبش در قرآن باشد 103 سوره است. 103 سوره است. و الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه سوره عصر بیان حال کافر و مؤمن را ذکر می‌نماید و بیان اسباب نجات و هلاکت را هم به یاد می‌آورد تا مردم با این سبب‌ها چنگ بزنند و نجات را به دست بیارند و از هلاکت دوری بجویند. و این سوره عصر از سوره‌هایی است که بیان می‌نماید سبب سعادت انسان را یا برعکس این سبب‌های شقاوت بدبختی انسان را و سبب‌های نجات در این حیات و آخرت را یا که سبب‌های هلاکت این دنیا و آخرت را. با آنگونه که الله سبحانه و تعالی بر این سوره مبارکه قسم یاد کرد و العصر گفت، قسم به این عصر، به این دهر، به این 100 سال. این زمان است که در این زمان عمر انسان رفتن میگیرد، به اتمام مییابد که در این حیات انسان که انسان سپر مینامد چه عجایب‌ها، چه کارهای عجیب و فعالیت‌های به وقوع میافتد و این زمانه دولت بر قدرت الله سبحانه و تعالی مینامد و حکمت او سبحانه و تعالی است. و این سوره مبارکه بیانگر آن است که جنس انسان در هلاکت تام است، در نقصانی است، مگر آن کسی که با این صفات‌هایی که در این سوره عصر ذکر شده است، 4 صفت. یکم ایمان کامل بر او سبحانه و تعالی، بر ربوبیتش، بر الوهیتش، بر اسما و صفاتش. سپس عمل صالح کردن و بر سوی حق وصیت نمودن و در آن صبر و پیش نمودن. این اساس فضل است، اساس دین است. برای همین امام شافعی رحمت الله علیه گفته است که لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لكفت. اگر الله جز این سوره هیچ سوره دیگر را نمیفرستونید برای مردم بسنده بود. و مناسبت این سوره مبارکه سوره عصر با سوره قبلیش که سوره تکاثر است که در سوره تکاثر الله سبحانه و تعالی مشغول شدن مردم را با امور دنیا ذکر می‌نماید، با امور هلاک کننده ها، با امرهایی که مذمت شده هستند مردم با آن مشغول می‌گردند و بیان نمود که این سوره عصر حال مومن یا که حال کافر و جنس انسان را از هلاکت یا که نجات از آن را با این صفات‌هایی که 4 گونه که بیان کردیم وصف می‌کند که با عصر با قسم شروع شد و با صبر به اتمام یافت. یگانه سوره است که دارای 3 آیات است، کوتاه‌ترین سوره در قرآن است و اصحاب رسول الله این را یک شعار برای خود می‌گرفتند. والعصر، قسم به عصر، به این دهر و زمانه. و این سوره مبارکه علاوه بر این اختصارش، کوتاه بودنش، یکی از جامع‌ترین سوره‌های قرآن است و سپاس و ستایش آن پروردگاری که این کتابش را بسنده روان کرد از برای امت و شافی از هر بیماری و هدایت و خیر. و امام شافعی رحمت الله علیه می‌فرماید که لو فکر الناس كلهم في هذه السوره، اگر تمام مردم در این سوره اندیشه نمایند، فکر نمایند، لکفتهم، برای آنها بسنده است این سوره مبارکه. و بیان این همین 4 مرتبه‌ای که الله در این قرآن در این سوره ذکر نمودگی است تا که شخص انسان به بالاترین مقام کمال برسد. اولین مقام بالاترین کمال این معرفت حق است، سپس آن حقی که فهمیدی با آن عمل کردن است، سپس تعلیم گرفتن، تعلیم دادن آن است و سپس در راه تعلیم صبر کردن به آن است و عمل کردن. الله این 4 مرتبه را در این سوره مبارکه ذکر نمود، چون ابن قیم رحمت الله علیه بیان کردند. و این 2 امر اول الله فرمود الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر آن کسانی که ایمان آوردند و عملهای شایسته انجام دادند. 2 عمل اولی که الله ذکر کرده است انسان را کامل میکند، نفس انسان را به کمال میرساند. و این 2 امر اخیر بعد به کمال رسیدن، 2 امر اول که انسان کامل شد دیگران را به کمال میرساند. و اگر هر 4 اینها به کمال رسیدن، هر 4 اینها اگر در انسان پیدا شد، از هلاکت نجات پیدا کرده است و یک فوز و بزرگی عظیمی را به دست آورده است. ضرور است که بر سوی حق وصیت کردن، نصیحت کردن و ضرور است در آن صبر نمودن. و بدون صبر الله را عبادت کردن نمی شود. بدون صبر الله را عبادت نکنی، ولیکن به یک طرفه، به یک جهته. و بر سوی صبر داشتی و با سوی صبر وصیت کردی، ولیکن اگر در حق نبودی، مثل آن کسانی که فرمودند که انیم شو بیروید در زمین واصبروا و صبر نمایید بر آن اله خدایانی که داشتید، در گمراهی انسان قرار میگیرد. پس این از اساس این معنی این سوره مبارکه. والعصر، الله بر عصر قسم میخورد. عصر، سال، 100 سال، این شب و روز محلی فعلهای بندگان الله است، اعمال آنها است که هر انسان در هلاکت است و شخصی خسارت یافته ضد آن شخص است که نجات یافته است. و این خسارت یافتن مرتبه های گوناگونی دارد، درجه های گوناگون دارد. گاهی میشد که انسان خسارت هلاکت مطلق کامل مثل کفار، مثل آن کافرانی که هم دنیا را از دست دادن هم آخرت را از دست دادن. و چی بسا
این گونه طایفه بسیار است. نعیم دنیا را هم از دست دادن و نعیم آخرت را هم از دست دادن. گاهی میشد که از بعض جهات ها انسان در هلاکت قرار میگیرد. شاید دنیا را بعد دست بیاره ولی که آخرت را از دست میدهد. برای همین الله سبحانه و تعالی این خسارات را در اینجا عموم قرار داد. والعصر، تمام انسان در خسارت است. ان الانسان جنس انسان است. هر انسان کافر و مؤمن در خسارت هلاکت است. سپس چه گفت؟ الا الذين امنوا، ایمان به الله سبحانه و تعالی سبب نجات انسان است. یگانه نجات انسان در ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی است. و ایمان نه تنها بر زبان کلمه شهادت رو گفتن است، نه تنها به این که الله خالق و رازق مالک است، بلکه ایمان واقعی که الله را بر وحدانیتش بشناسی و او را که شایسته عبادت از عبادت نمایی و از او کمک یاری مدد بطلبی از کسی دیگری و بر هر چه که غیر عبادت نشود کفر بیورزی و اهل کفر را بد بینی و از آنها را تکفیر نمایی و از آنها براءت بجویی. پس اول ایمان، و ایمان بدون علم پیدا نمی شود. اول علم است، سپس معرفت است، سپس ایمان آوردن است و سپس عمل صالح انجام دادن است. برای همین امام بخاری در کتابش در صحیح بخاری یک باب خاصی را گفتن: العلم قبل القول والعمل، علم پیش از سخن و عمل است. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح این شامل تمام فعلهای خیر است، در ظاهر و در باطن. آنچه که متعلق به حق الله است، آنچه که متعلق به حق بندگان است، آنچه که واجب است، آنچه که مستحب است، همگی عمل صالح در آن داخل می شود. واجبات ها لازمی هستند، حتمی هستند که ترک بعضی از آن کفر است، ترک بعضی از آنها معصیت گناه است و عقاب دارد. مستحبات ها سبب کمال واجبات می گردد و تواصی بالحق و بر حق یکدیگر را وصیت کردن، بر ایمان، بر توحید، بر عمل صالح، بعد از اون نصیحت پند دادن، نصیحت کردن، رغبت کنندن هم دیگر رو، و تواصی بالصبر و طاعت الله سبحانه و تعالی، در طاعت الله سبحانه و تعالی چی فرائض چی نوافل باشد صبر کردن، از معصیت الله روی آوردن، صبر کردن، نزدیک نشدن و بر قضا و قدر الله سبحانه و تعالی نیز صبر کننده بودن هنگامی که بر آنها مصیبت آمد. پس با دو این امر اول، ایمان آوردن و عمل صالح، انسان نفسش را کامل میکند و با دو عمل دیگر، بر سوی حق وایساد کردن و صبر نمودن، انسان دیگرش را کامل مینماید. و هر چاره اینها را کامل کردن، ایمان آوردن، عمل صالح، بر سوی حق وایساد کردن و صبر نمودن، انسان از این خسارت، از این هلاکت نفسش را نجات داده است و کامیاب پیروز شده است. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است به هر کسی که بخواد آن را می‌دهد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.